د علي سره د خوږ پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. با چینل آموزش زبان شیرین پشتو با من علی خوش آمدید. د پښتو ژبه د الفبا توری. درس اول ما هست حروف الفبای زبان پشتو. د پښتو ژبه د الفبا توری په ټولیزه توګه حروف الفبای زبان پشتو به طور مجموع 40 حرف هستند که در ادامه آنها را می‌خوانیم. حروف الفبا را یک بار می‌خوانم، شما هم لطفاً بعد از ما تکرار کنید. الف، ب، پ، ت، ت، س، جیم، چ، ز، څ، ه، خ، دال، دال، زال، ر، ر، ز، ژ، گ، سین، شین، خین، صاد، ضاد، توی، زوی، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، واو، ه، ی. حتما خودتانم فهمیدین که بیشتری از این حروف با زبان فارسی مشترک هستند و تنها 8 حرف وجود داره که به او 8 حرف خاص میگن که در زبان پشتو نحوه نوشتار و تلفظ از او متفاوت است که در درس آینده به این 8 حرف خاص خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، امیدوار هستم از این درس خوشتان آمده باشه و حتما سر از او کار کنین و اگر سوالی داشتین در بخش کامنت ها از من پرسان کنین، من حتما جوابتان میتونم. و اگر از این ویدیو خوشتان آمد و را لایک کنید و اگر میخواین زبان شیرین پشتو را یاد بگیرین به شیوه کاملا آسان و اکادمیک، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بدین تا از ویدیوهای جدید آموزشی عقب نمانید. تا درس آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. ده خدای پامان.